Hoş, hoş. Bardır aziz, assalomu alaykum. Imroz با درخواست شما مردم گوهاشونا مالاشونا ایلاق بردند. ما دیرتر بردیم برای همه گفتیم شما را هم مد نظر بگیریم که یک جای تماشا کنیم. در درا گوهرا بردیم ایلاق حافظی دتای دیگر رو گذراندیم. یعنی ده برآمده رفته ایستیم ایلاق. گوهای مردم در ایلاق هستند. در نوار گذشته دیدم که در ایلاق هستند. باز میریم خبر میگیریم هیچ در چی وضعیت هستند. گرگ دپا یک چرپا بود که یک چهار تره خورد کله هاشون توقع ماند. شکرانه الله که بس کرد سیر کرد خیلی شد. هاش حالی تو ای او گذشته نه گوه هم خیلی غم میتین برای بند قطیان ای او گذشتن با سرش میتیم یک جویا های کرده میریم. در همین حالت در همین وقت صحبت بود که دیدیم که پروانه ها در شهر دوشنبه در مرکز یک ماه پیش خریب آمده بودند. امروز دیروز و امروز در جاهای ما رسیدند. حاضر نشان میتیم که یک نمود پروانه شب پرک پشه پرک چند نمود اینه که یک نمود بسیار زیاد شدگی سرخ سفید سیاه رنگش یک ماه پیش گفتیم در دوشنبه آمده بود در مرکز. دیروز و امروز در جاهای ما رسیدن سرشویشونه اومدشونه ولی زیاد میشوند نصیب. باز نشون میتیم یه برادر همین نمود پشپرک همین نمود پروانه گوه غم دادیستن جموندیستن. انا همین نمود پروانه برادرش خیلی که میبینین همیشه بسیاره همش پرواز کرده ایستادن. داشتی که شده یفتگیر اینا همه طرف بسیاره اومدشونه. خیلی پروانه بسیار خوبه یگان کم بودی نداره ضررش کم ای اینا. خدا ای اومدن ملخ نگه داره که انا ضرر بسیار میدیه. در راهش وقتی که ملخ اومد یک گروه زیاد دیگه اومده است دیدیستی اینا. اگر ملخ باشه در راهش همه علف میخوره خیلی بسیار شدگیان. ولی دیروز و امروز سر کردن اینا زیاد میشوند. ولی یک خوبه بازیبای نیک نه برادر یک قدر بسیار نه. به حد زیاد شدگیان انشاءالله که یگان ضرر ندارن. برادر بریم به پیش. در همین وقتی تماشای پروانه بود که دیدیم یک مول خنبید اومد طرف بالا میروه. حاضر سر به سر میخوریم به این مول یا که ما را غم میده یا ما او را غم میتیم. برادرای تایلاقچالی چرا ما بقاش میبینیم بقا هش ایست کجا میرای هش گفتم که تایلاقچا بقا میشه چرا ما که غم داد بس کردیم مولا مینک گذشته است همچه قدیمی خم با یا بناور گیم گوه قرار کنم. اینجا قدی خمونده است مولا وزیر برش میریم یا بناور میگیریم مردم ها. برادرای گوه را زرانده است در اوی گلدره قریب میگل زفر یک تا مثلا چه میداره میوردره پایین نگذار که چپت میکنه. بدو پیش گذاشتی
حرکت که کمتر دیگر او نه نوبتی خود شون سورشا برادرو مول حلال همی خلای پشت میکنیم یک ذرنیم هایت اینجا اینو گذاشتن یا برادرو ویو گذاشتن ویو گوه جوشودن گوه جوشود درجه نگاه بین میکنیم پایونتر دیهو هر کس گوهشون علاق خیلی میکنه گوه کم میشه یک دو سه خوشگی میمونه در یک دیهوی میده نوبت پودن نیست بعد مجبور میشه که هر روز بچرونی در دهه ما باشه نوبت پوده هست برای همون گوشن آوردن طرف ما گوه جوششون بردیم میبریم خونه و در گذرونیم همینو بدن گوه دیگرشه که تایلوق دیگر روشه بیشیر و تایلوق دیگر روشه میبریم ایلوق حاضر ایو گذرونیم و بعد رو گرفتیم گوه پایین‌تر رفتن میریم در روش میکنیم مولم گذشت رفت Ay köprük mü atarsan? Hoş. Hoş. Buraya. Hoş, hoş. Vay ki mobat garden be bana hamja khatiya. با موبایل همی شوکو دوامش دیور نیست جایی که ما باید بریم از کفای همی که های دیگه او پول ناو دیدگیان پوپرک ناو دیدگیان روی همو ترسیده ترسیده گذاشته ایستن استراحت دوره ها همی؟ چی خیلی ذره یادم خونه ده
ها؟ هوا شما یک جا آمده کدوم؟ خبادیون تماشات میکنم ببینند ها در یوتیوب تماشات میکنم یک سلام شروعی که سلام امین اول زمین آیا زمین که محمد امین اکمل باید بچه اکمل وادی بخوام این کن بچه سیو خراب او چی رفتن از یک کار رفتن خود کی رفتن او وای شرکت اینجا گشت رفته اینجا ایلاق کیه اینجا ایلاقی ایدانگارا یک تای زمانی مولم رفت های مردم خبادیون حرکت کنی نه مردای بخولی ای تایلوکات ما بخوای بوز بالا میشوند باز نشانتون میدیم با نوار میگیریم اینا رو ما خودم نمیشناسم اینا رو شناخته کرده نکن گوشای چپ بخوای پیش سفید گوشی چپش دجا گوشی چپش دجا گوشی راستش دجا این تایلوکا گرانجی گوشی راست گوشی چپ دجا اینا برادرها گفتیم که همین راه خطی بریم مول غم نتیم که مول برامد رفت با همینجا برامدن نکر قریب ترای برای قریب 4-5 کیلومتر میرفتیم با میومدیم همینجا 500 متر بلو برای همینجا بریم خوب ترای هش انا همینجا خطی بروی هش اینا برادر تپه را برآمدیم مولا میگیم غم نتیم مول در رسیدیم هم بربر خطی با تنکیمو حرکتی مولا خوب حسوری تنج هش گوسفندای خوب زیاد داره علی سرخون میرفته بوده 10-12 کیلومتر دیگه بلو اینا مردم چترشون زدن در تای میساکابورد tam گرفتیشون به حد شرپرش گیر مردم در موبایلشو بزن داشتن یگون تا گوسفندای گردنبای سوری مول خوب انا همین کمال دست انا اینجا سنگری دوره جنگو های کندگی یکون جوی و جوی چی های حرکت داریم باید همین سر یولا ببریم من همینجا میبریم بعد میخمیم او طرف اینجا خمیده نمیشه که خدی دریا های خیلی قریب ماندیم شو شلپرم شدگیم یکی چیار نداره خوب نیست مردار دهی قود دریای خینگو مولم خوب کرد نبردار قود خونه اسمت چوانداز همی جای همی سه تا خونه که میبینی جوش دیرش ای جای همی اسمتی خیلی اسمتی چوانداز اسمت وعده داده بود که اگر راه ماشین بکنن بیماره 1 تن سررکه 1 تا تایلوق میکشه این راه کنده است نصیب باشه میریم یا تماشا میکنیم
تا همینجا رو آمدگیان و در وعدهش ایستادگی یا که نه. یا برادرها یولا را برآمدیم شد کلاپای گایی یعنی که کوتال خلاص شد گوه اون وقت چون خوش شد زمین ملایم خاکی سرخک حرکت کردیسم دیگه دریاش نمیکنیم های پایین بلو خیش کردیم های جایسه دویدیسیم های خفاشون اینجا هم جنگلی فرقی تینجه اگر رای ماشین باشه اینجا جنگل های بین میروه خوبه که راهی ماشین نیست اینا رسیدیم در ایلاقگاه برادرها این دیتا گوی پیش گوه و گوسلاش انا همین دیتا گوی خدمت ما مردمی نو خوشگیم چه خیلی گفتادیم پیشکی با خماندهش نه 2 تا 4 تا 5 تا 3 تا دیگر در خونه 4 تا دیگر در خونه 9 تا گو های مردم برای نگهبانی آوردن شو یا را نگهبانی میکنیم کسی گفته بود میاریم ناورد کسی آورد این حقیقت نیست خیلی خداوند یا را نگهدار باشه که نخرن شو نه جایی که مردم شو میستن الاو میکنن هنه اتاق خوابی مردم در همین درون استراحت میکنی شب نوبت میان میستن در همینجا شب تو روزه یک کس بیدار میسته حافظی میکنه که گرگ نیه اینجا بزیب چرا هم احساس کردن نکنن این هم تا شرشره رفته میشه کجا این هم میرن تو جا قطره های بیرون و بر جا بای شرشره با شرشره این دریاچه رگنا اونم داره اینجا یک شرشره خوبی دیدیم من همینجا نگاه کنی به حد و زیب ریختی است در همه گرمی داد تایم یک بدر و یک سالخینگی در این رمزون در او شیروی یک کیلو سرمه و یک کیلو گارچه و همش هم یک کیلو شده علاف زرچتان او کانال چه نمیدونم یک تای بگذر رفتن این راه بلد امروز ماه سربان مندره هزیم کوک جمشگی هر یک بوته یک درزه هست جنگل ارغای جنگل ارغای فرق
اینجا هیزم بردن قینای برای همون جنگل در جوش ایستادگی یکنی ای دستیمو جنگل زنده نمیمونه. Torun است، torun ندی؟ یا باید torun باشه سویای. یا torun باشه، torun نیافتم، torun یکتا. یکی مایده چه؟ اینجا مکان torun نیست، مکان torun. اگر جای باید زعفای دیگه بچه. جنگل یا انبوهی تینج. این سربانم تورن وقف کرد. تورن خسته کرد. این چوخ پرتون برو. نه برادرو. ای سربان جدو شدیم نه طرف اومدیم. کی یه راه نیست. خیلی راه کرده میاییم. یکم تورن ببین تورن بعدی افطار کردن نفس کلانی میکنه کو وزمین تر میخری شکم ورم میکنه در 0.5 کیلومتری انا همه 4 تا تورن باشه اگر بخری ورمی شکم میگرده یعنی برای حل کردن یاردم میکنه. تورن هم خیلی فایده داره. یک تورن کم هست خسکه یعنی فچک اینی تورن فچک خسکه هم معقول نی برادر در بین جنگل فرق ارغای بشول هکتا چرماغ دیدیم اینه ایره بوبی یگون تماشینندگی نیست بچه یگون کسای خود نکنه ایره زوغ یکی غلبه شنوندگی Evo li, musajije. Arabay şoye. Açı boşu kısa zor bazen ya. Olmaz. Sagora mi var yine nardosanız. پیش گوه گشتی از گوه سرش کستنه خوش آوش بینه میمیزه کو Hangi şey tutuyor? Tam tay geliyor. ne hasti برادر رسیدیم در لب دریای رگنو دریاچه رگنو بچه ها پرسیدن که ماهی نداره دریای رگنو بچه ها ماهی نداره نمیدونم چی سبب درستش نمیدونم چی سبب میگه ماهی نداره نه همین دریاچه و طرف دهه ما سر میشه کوبرو کی نیست 3 4 5 کیلومتر دور میره باز میگردیم میای به نزدیکی دهه را اینه گوه علاقی در گرمی همین درون جنگل خطی خمیدگیان میان وقت گرم شو میشوه گوه هم مردم هم دهه با همین اوب میگذرن
طرف میروند خونهشون. نه که خیلی فربی کردگیان فربی. اینا یک تاشن تماشا کنیم. کوف پایدوش دیست است. یک ماه نشد که در ایلو خان. یک تا دیگرش ببینیم. کوف هم فربی که میشن پشت گردنش انا همینجا. در کجای؟ انا همین پشت گردنش کلون میشه. گردنش غاص میشه. این دیگر روش. برید تای هو درخت ها دیخنی. انا شوخ. ما همین شوخ ها خطیر رفتن در کرم نه. برای الپینیستا به حد جای خوبه. شوخی هستی که از کی تماشاش کنی توقید میغلطه. مقصد کی کرتای راستای. اوه ترسون من. نه برادرم میریم باید زیر شوخه. باید زیر این شوخه نگاه میکنیم که چند گراد حاضر. بچه ها برابر کامera قبیدگی نگاه کنی. انا همین خیلی راستش میکنیم. اینا. کامera 90 گرادوس شد. اگر رایم بولوی سنگ پرتویی در یگان اینجا کد نمیخوره در زمین میزنه همینجا. دربانم شتگی زمین افتویی. اینا راهایی که باید ما بریم هم خیلی رخچه تغیره هم خیلی شوخکی دریا لبی دریا نیم چکری بالا هست هنگلوخی هست کیه این چکری دیوانه چکری دست biraz ontik میکنی در طور سرت وای نه افتاده حرکت کن کامera var. Hangi?
که نباید خمیدنی امو برو نگاه کنیم. یکی اگر گاز گرفتیم خبر کنیم. من همینجا خود رفتم میگه باید صغیر نمیتونه رفتم. ما باید همینجا بگذاریم. برو کمی راه ما گریم بکشیم. این رسیدیم در آخری راه. این گذشته. این نشان دریاچه گلدره. همین دریاچه گلدره دریای رگنو، دریای خینگو سرخ کرده است. خوکولو کرده است. ما رسیدیم در نزدی شویکی در حالت سرتمامی قرار دارد. انمی رگی که در تای پای ما هست وقتی که بولدوزر را برد در نوارهای گذشته تماشا کرده همون وقت آورد اینجا جمع کرد. همین دریاچه گلدره، دریای رگنو دریاچه گلدره. های برادر عزیز، در برابر بردن گوو با ایلوق یک سیر گشت دیگر هم کردیم. یک راحت کردیم، یک جای تماشا کردیم. تماشا کرده باشی، نوار زنده باشه. همون چیزی که نرتونه باری بالا فراموش نکنه. لایک یا نظر کنه. باز برای که نوارهای آینده جالبتر شونده ما هم حرکت کنیم. برادر رسیدیم در کوپرک رگنو. از این دوامش همه ما شما میدونیم. ماکسیم خروش نام داره اینجا. زنده باشه برادر، تا بازدید.